امروز نزدیک به 20 ساله که من در دنیای تصویر مشغول به فعالیتم. زمانی که وارد این عرصه شدم دختر جوون 19 ساله‌ای بودم و امروز زنیم در آستانه 40 سالگی. این روزها با خودم فکر میکنم که اگر هر شغل دیگه‌ای رو جز این شغل انتخاب کرده بودم امروز حال و روزم چطور بود؟ یا اگه هیچ شغلی انتخاب نکرده بودم و بچه دار شده بودم امروز یه بچه 20 ساله داشتم. اما به هر حال انتخاب من این جعبه جادویی رنگی بود که از بچگی مسحورش بودم. به تازگی مطلع شدم که ممنوع کار هستم. خیلی شگفت زده شدم و خیلی بیشتر شگفت زده شدم زمانی که دیدم هیچ پاسخی برای این اتفاق نیست. من چند بار با دفتر یکی از مدیران تماس گرفتم و خیلی راحت من رو از سرشون باز کردم. انگار نه انگار که شما مهمترین قسمت زندگی یک انسان رو ممنوع کردید. اصلا به این فکر میکنید که چه تأثیر عظیمی در زیست این آدم میذارین؟ چقدر میتونید نحوه زندگی این آدم رو متحول کنید و شاید مجبورش کنید به انتخاب زندگی که هرگز جزو تصمیماتش نبوده؟ برای من خیلی اتفاق غم انگیزیه و خیلی بیشتر از اون حس ارزشمند نبودن، محترم نبودن و این حساس که این روزها خیلی باهاش درگیرم و خیلی حسای سختیه. به هر حال ممنونم از تمام مدیرانی که همچین تصمیمی رو گرفتن. فکر میکنم که برای منی که تمام جوانیم رو در این عرصه گذاشتم بهترین خسته نباشید بود. ازتون ممنونم. و در آخر این که هر کس به کسی نازد ما هم به خدا نازیم.